راهنمایی کنم به هر چیزی گپ چند کلمات گپ من دل دردم گوشوا جنانی گوشانه من لطفی چند موضوع گپ جنم ولی من آگاه نیستم من یا موضوع صرف گوشوا گپ جنم یا موضوعی گپ جنم من لطفی چند موضوع گپ جنم ولی وقت نیم به یا موضوع گپ جنم آگاه بشین که من گویم ما شما بلوچ قوم یا وطیترین یا قدیمترین قوم دنیای توکا تاریخ نشاندهی کن که کاوچه اسلام و یه سرزمین یه قوم این مظلومی قوم تاریخی ولی ده هنچو علمه که حقیقی فکر ایدا نبیده ایدا حقیقی فکر دینی امنیتی ایدا قومی سیاسی فکر جین نبیده ایدا فکر درو و مردم کشی فکر حرامگاری فکر تکبر فکر و همه اراده و همه عمل و نهایت را همیشه واسه شما این مظلومی قوم غلام دنیای توکا همیشه واسه شما غلام ایدا هیچ نیست ایدا آزادی نبی ایدا آبادی نبی ایدا امنیت نبی ایدا سربلندی نبی ایدا همیشه واسه شما سرجاله بچه ایدا انسان فکر جین نیستی ایدا فکر دو دلوت یک حیوان فکرن این چون همین زهردرک همین چون تکبر همین چون بدگمانی همین چون نفرت همین چون ناامیدی همین چون ناهنجاری همین چون حرامواری همین چون دزدی همین چون مکبری همین چون اصلا نامردی من گله بکنم شکوما نباید شو بیت دنیای مردم شا تمام دنیای مردم هرچی رفته آزمان بالی و سوار ابتدای تماشا کرد شده هر یعنی باران لرده شفرش دست فرده مردم کشگاه شد هیچی کسی شد به دنیای مردم شد یادش شد بیته چون ارمان مردم افسوس نمیته مردم ندان تا بهش ندانه پرده کفته اگر یکیش من نظر آبادی بیوکوفی تمام اروپا و آسیا کل جهان شما همین وقتی گوشی تو کانیم بالا می موبایل تو کار شما مشاهده کنه باید هنگام شما هدایت نبی اون همه شما کبرا یه شما هدایت ببین با هدایت ببین باید شما دنیای مردم چه بلوش کشی چه انگیز رنگ بزنی انسان باید رنگ بزنی معاشرت دنیای انسان رنگ بزنی شما تمام جهان همین موبایل تو کار مشاهده کنه و هنگام شما هدایت نبی دست مردم کشی نداره دست وجه تکبر و زهرگرگا وجه چه حرام ورگا نداره هنگه شو هدایت نداره شو چیه گوره شو چی داره انسانه سر سهدل انسان شما نه و دومه من گویم یک موضوع گپ بزنم همین یکی هنگه موضوعیم چا اینا مثلا شفرویت اینا آیا بیر چند موضوع دیگه دردناکی هستی که من گپ بزنم یا چیز دیگه گپ بزنم مثل برمی سر گوشان یعنی بندی بکن آگه بشه که اینا شفرویت مردم لحظه تعصب قومی علاقه زلی جهلیه بیته همین قوم توکا لحظه تعصب دا جاهلی جهلیه بیته مردم چی جاهلیان چی جنگام هیچ جا در نیاین یا موضوعش اینه که هر روز ماشین برای هر روز دکان پروشن هر روز اینا لوی پروشن دکان پروشن و اینا یه دوستای عرب عجم پنجابی پارتی هست که ندور بلوچم من گفتم چطور شما را اینا شفره راه باسه دست ماد دارن 5000 در کنیم بالا نرد که فوران شکاشه استری بیا گرفتیم کاری بلوچ کن این کار اصلا من گفتم این مثلا بلوچ شلوار بلوچ ناموسه این مثلا که شما تکامل شما دوستان تعقیب نکنید شما دوستان جنگ نکنید آن مردم مثلا بی غیرتی که گفتم دوستان مکشانی این دوستان حق کشن یک ماشین برن راه بندن ماد گورن دست 5000 در که ماد گورن 5000 اون لوگان رو بپرشن دکان پرشن مردم ماشینان برن ایشان اول بمشان بیا جهاد کنیم بیا همشان دستاکات کنیم تا یه بول امن امان بیاد بنسکو یا با غیرتی قومی نشانش تاریخ کامل اسلام سرزمینی مظلوم قوم تاریخی بلکه لحظه فکر حقیقی کاربنده لوتی لحظه فکر حقیقی دینی امنیتی سیاسی قومی فکر کاربنده لوتی شما جوان درو سرمایه همین سرزمینه سرمایه بلوچستانی آینده امید بلوچستان شمی غیرت که جوش بجن شب رو دست ماد گارن 5000 شو برن بالان شو برن سهران شو برن و شواهد اشته احساس معطل نکنه یه مثلا بلوچستان شلوار مثلا ناموسه شما یه مثلا یک تکامل مثلا یک بی‌غیرتی یا جوان برا باید شما تکام برشید السلام علیکم